در این مثال رابطه ها رو دستگاه مختصات نمایش دادیم. تو مثال اول هر نقطه یک طول و یک عرضی داره. اگر طول اونو x1 بنامم، نقطه بعدی طولش رو x2، نقطه بعدی x3 و آخرین نقطه x4، میبینیم که طول هیچ دو نقطه با هم برابر نیست. پس اگر بخوایم نمایش زوج مرتبی این رابطه رو بنویسیم، هیچ دو مؤلفه اول یکسانی نخواهیم داشت. بنابراین این رابطه یکتابه است. اما در مثال بعدی اگر باز هم طول نقطه ها رو در نظر بگیریم، این دو نقطه طول یکسانی دارن. اگر این طول رو مثلا آلفا بنامیم، عرض نقطه اول رو y1 و عرض نقطه دوم رو y2 بنامیم، طول آلفا هم به عرض y1 وصل شده و هم به عرض y2. بنابراین این رابطه یکتابه نیست. پس هرگاه نمودار رابطه رو در دستگاه مختصات داریم و میخوایم تابع بودن اون رو بررسی کنیم، باید چک کنیم که آیا دو نقطه با طول یکسان روی این نمودار وجود داره یا نه. نقطه هایی که طول یکسان دارن یعنی بالا و پایین همدیگه هستن. به این ترتیب در این نمودار هیچ دو نقطه‌ای با طول یکسان نداریم. پس این نمودار یکتابه است. در این نمودار نقطه های زیادی هستند که طول یکسان داره. مثلا این دو نقطه رو ببینید. اگه طول مشترک اینا آلفا باشه و نقطه بالایی عرض y1، نقطه پایینی عرض y2 داشته باشه، در این رابطه عدد آلفا هم به مقدار y1 مرتبط شده و هم به مقدار y2. بنابراین این نمودار یکتابه نیست. تا اینجا با مفهوم تابع آشنا شدید و هر رابطه‌ای رو میتونید چک کنید که آیا یکتابه هست یا نه.